دل اگر پازاری را گرفتم دستت ماندم و اگر یادت باشه که گفتم که با دختر برو جیز میز به خودت به مدل دختر بخر که دختر نگویه که زن کاکایم سرم ظلم کرد مرا نمان که هوا سرمانم برای دخل باشم. خصایی که شرط شانه برد بگم شرط ماندن که باید استناد به فردین بتیم باز زن کاکایم اومد. توبه خدایا دل اگر پرال دلش است که زیر دیه تو مال مرا مار بخوره مار پوست میته تو چطور دل اگر پر میخوری دل اگر پر به دو رقم دلک مزد میکشم میگرم کدام هدف داره او را من نمیفهمم مادر گپ 1 روپه نیست 2 2 لک روپه میگه به من نداده بچه به من نداده به خدا به من نداده الله مامان مادر بخی آدم خیلی بیکار شده کرده قرار اول نماره سلام آمدن باشه آمده بخیر باشی جانم رسیده چی خوبی بخیر آمدید میره تصمیم نیست خیال داری دختر گلو مادر بیچاره در تو جنجالا چطور آمدی بچه چطور است تکلیفش مادر جان خوب است بیبی جان خوش جان خوش آمدی بیا بچه شما چاپ چی میگم بیا مادر اینجا بشی بیا اینجا بشی های باش که اینجا پیشت بشینم بشی خوش آمدی خوش جان خوش آمدی خوش باشی بچه چطور است لالا خوب هستی جان جور است ماندای وطن آمدی بخیر باشی ها برو شکر کم آمدی بخیر آمدیم صدق شده بودم لالا تو دق شده بودی خب ما که آمدم که با خوشحالی تو را ببینم بسیار زیاد دیگر خون شدیم چرا؟ ولی دختر چه رقم شد؟ کی گفت؟ لالا من خبر میشم خدا این بسیار خود بگیره همون گفت را پرچی ما بشناسا هنوزم یا دقم عزیز که کی اول داده کی اول نداده بیخی در نظر ساتیری یک خدایی خدمتگار زیاد پس بچه مکشن نرو سر مکت سلی بخوری که خودت بگوی آفرین کار بس تا آخر ما همه تا پای خدا پیش کردیم تا آخر همه تا ما میدان میبرم که نبرم میدانه نام خدا میگردانم لالا میفهمی که ما آپی کیستم آپی توستم من میفهمم سر تو دل ما جمع بود اما من که نیم خبرش شنیدم بسیار من اوقات مزار شدم کوی ای دل من خلاص کردی چه گپ است با دختر نفس چرا بردی؟ چه گپ است والا زلزله بود چی بود دلم خلاص چرا در وقت حال نفس مرا کشیدی چرا چه گپ است که تو خیلی زدم دختر آمدن حالا برو شکر بخیر بریم همه جان کجا میری؟ باش که تو نفسه که سوخته بیشی باش که حالا چطور میشه؟ بذار باش بگیره خب
دوباره هم دختر است کلگه خدا کنه که شود ای خواب بسر شده الله ای رزیل سعی کن الله گمش کن ما خدای من خراب کن حتی خوابم فقط افتم دمی دریاستم همین تا که چیز بگویم که یک صدای پایت من خیستم وی الله که از خواب شیرین بیدار کرد ماما جان حضرت شیرین که حال بیویز یا چی گفتن چی نگفتن چی میگن هیچ گفت نامالام دارم تو باشه ایزر نفس جوش هم میگیر باشه ایزر گپ اوج بگیره باز من حال اوج کلش خال گپ یک زر دبین خب برسه که همیسون چه بفهم همسون چه خب راست میگی به خدا باتون این حالا اگه تو بری مجبور ما برم دو مجلس بشینم بیرم شد پلاو ورسیل نخوردی انشالله میشه دلم گویی میده هیچ کس نتپسه منیز میپسه پلاو ملاو درک شد همه که لقمه دیم بخوری پلاو توی چی از مزه میده خوسته که از داد معامله میشه کل یک سندیده اشتیال آدمی های هیچ لقمه میزنی و مزاش میکنی اوشکی کسر من نگویی سبت نشد میگه کار دارم چطور داشتی یادم داشت دوان گمش بیا کاری داشت یا این پرنده بیا خیر از گمش بیا توش هنوز زن بیاره میتونی که دختر بچه خود گفتن که ما میاییم بخیر؟ میاییم خوب بیاییم من پیسه ندارم یک چند پر بدیم دوشو نکنیم یک 4 نفر نان بدیم که سرتون بلند شد و روی زدتون بجای شد از ما بجای شد من رخ میفهمید من 1 روپیه خدا را ندارم خدا نمی جانم توی تو گفت زدیم پیسه از کجا کنم پیسه ما ندارم چطور کنم آیی دخترت کار میکنه هر ماه معاش میگیره برات میاره حتما یک چند پس انداز داری چطور نداری دیگه آبرو به زدت بجای شود اگر نی به من چه غرض دلتون کنه کامتون از اینجا میای شینگری میشینه در خانه من هیچ مشکل ندارم مشکل توست که تو باید آبرو و زد جمع کنی کسی خیش قم سر خنده نکنم نه یک دختر شینگری رفت در خانه از اوشیش من کدام مشکل ندارم چی گپ است؟ چیزی نه دخترم هیچ کدام گپ نیست نه من کل گپ رو شنیدم مادر هیچ گپ نیست هنوزم شما سگو شما پیسه نداری که مارسی کنم آبرو و زد کنم بجای کنم من خود ندارم اینا دختر بچه گفتن که ما میاییم خیلی خیش قم 4 نفر شما رو چی میگن؟ انوریم که چی حالش نه از استقام تشویش مشکلات اما وقت نمیشه که انوری رو کار کنه کدام سر بگیریم بخورم ای خدا یک خبر کاش که از آسانات بیایم بوده باشه زنده باشه دقیق خوب بیایم گل مرجع میشه که اونم مرد هر روز یک جنجال یک مشکل ای خدا چی کنم چه رقم برم با کدام رویال پس دو خانه برم این رقم زندگی یا حالت یا هم بی پروا دیگه ولرم نقصی کس باشه ای خدا جان تو اومد راه شد سلام علیکم سلام خوب هستی؟ خوب هستی بخیر چیار داری؟ خوب هستی چی میکنی؟ خوش که میده یک کارم کنم که تنده شده خوب هستی شوهر خوب است شکر خوب است خواهرجان آمدم گفتم اگه برات بگم خفهم نشی جگرت هم خون نشه یک خواهره که مثلا نو آمده است کوچش از پاکستان در روی میدان مانده است اگه خفه نمیشی دیگه در تپ تلاش جای باش به خاطر ازی که کالکه زوام در روی میدان است شوهر تا بگو برات یک جای پیدا کن نه لالا جانه تشویش نکن درجان فشار بالا نره درجان نه فشارم بالا میره بسیار فکر من تغییراتی تو جگرک تخون برو جایی که مادر باشه تشویش نکنم انشالله یک چیز امروز کار نتیجه داد دل بخیر ات در قبضه خود گرفتیم که خدا شور دادن نمیتونن ببین دقیقا چی هست خدا شور دادن نه نمیتونن بچه مال خواهی میکنی او بچه چی زمزم میکنی یه چیز ببینی تو خطر میفهم کار نزنی موضوع دوان دیمه خوشو جانه که مرا می دیوانه کن بابا میبینی پدکار نمی دیوانه کن مرا تو بشی سایلت کن زوقت هم میفهمم میگیره برات
ذوقت هم من میفهمم. پیرتون زدم دیگه نمیگیری. نه بخیر بیا دیگه از این هم پیان کن. بچه گپ از زندگی زیاد نکن. بی غیرتی مگه میسر در تنه نباشد که کار خود کنه. اسکال گپم بیبی من داز در سر کلیم. میریم گوش میدیم کارش میبرد. ها برو خیلی مقصد نبرید کنال باز. نه نمیبریم. برو مقصدی سایت بچورم. یک چیز تق کنی که من بخیزم خب. بیایم ما خیلی دوستیم سعی میکنم. این تو که برو ما بیایم. نه من یک 5 دقیقه بود خب. برو. حالا زاری ما ترقان دیا دختر. حالا اومدن چی کنم شد. خدایو میاد چی قصه قال مقال چنگ دو کده. ششته برم. میفهمی که به خاطر ننگ مایت کلکت از وا زدیم مت چنکت از وا زدیم حالی بیخی تو را گمک شدن راه خود گم کردن کلش خیلی ببینی اینم تو یا رسول سمان خب کدی اول چرا خیرات دادین اول چرا گفتین راست میگه اول چرا می کار کردین چرا ما رو راه دادین گفتم وقتی که دختر راضی نبود دختر میشاندین در میدان میشاندین که صحیح رضایت دختر نواسی ما چی کمبوتی داره شکر جوان است تحصیل کرده است سر سکه و صورت داره چی بدی داره نواسی ما ماشاءالله از همه چیز از پنج خب پور است سر کجایش کبر میکنیم سر کجایش کبر میکنیم خود دختر ندیدیم حالا تا برتان بگویم دختر از امی روزی که شیرنی را آوردیم دیگه که دختر تا چشم در چشم نشد اینی یک اشتباه کدی خوار ماما جان گپا میزنی به گلاب درش ندیدیم چی که ایدم خانه نیست در خانه اینی یک اشتباه کدی که شما رفتی تنها شما باید یک مرد میبردی کتید داماد میبردی کتید ای خدا یا چی کنم ماما جان بیخی خراب است ماما کار شده چی میگم اونم ماما کار است ماما میگه چرا خورم خدا پیش کرده شما باید میرفتین مرداره میگه راستو میگه پدرمشون باید میرفت یک 4 تا کلان قومشون میشد حالا خودش که رفته بود 2 تا کلان مردم که خود میبرد یا 2 تا از 2 طرف میشد خلاص کل گپ حل میشد میگم من میکنه اعتراض هم استرال کنه کل گپ کایرون بونی نگرد نه چی الخواد کرد نخواد کرد اینجا عزت آبرو یادم میریزه یک دختر گرفتی و دخترم میگه نیست ایت خانه نیست همه جا حالا هم که او بیمون نبوده باشه که اومده باشه میمونی و ببین یک دفعه رفت دیگه ایت نتیشون ببین دیگه چیش برو دختر خیلی ببینی که اول میری که اول مر نبینن نه برو دیگه دل جمع باشه ولی اگه شعور بخورم پیش از او که میره انا بیش یک ساعت قصهش گوش کو باز علا بلا در گردن آدم من دوزار کار خودش کنم در گردن من دازم تو خیلی دل ترقم کرده خانه بیادر خودم من دل ترق ساخته خدا کنه که شوه یا الله میرم خودت کمک شو کردش که این بچه پاش بند شوه دلک مجم شوه هم بچه تو نی کار کنه دختر ما رو ببره ما پیسه بدیم چقدر شما هوشیار هستید ما خو بچه مادر جان یک دقیقه امی دشمن سگ آدمم که باشه همراه آدم میکاره نمیکنن تو خمی مستی حال من که میترسم من بعضی دست دختر گشتم دست بچه داد که بگی بگریزم حال بچه بردش خیر نانو جان خیر نه اما جان این کارت غلط است بخیر ما پیسه بدیم نه حال تو از ما توقع که داری هم خوار ما رو ببری حالا هم که پس میاین ما پیسه بدیم که تو رسیدی هیچ نکن یک روپا نصیب خیرش ها پیرنج هیچ نمیشین دخانید نمیشینه ضرور خود نیست خور ما هیچ عیب نداره بچه تو عیب داشت سیگریتی هم رسوری بچه تو بود دو ماه شده که تو چقدر کن شده باشه دیگه گوتا خیرش ها اما تو گپ منطقی بزن هیچی مونا که ما پر تو پیسه بدیم آرسی خورد آرسی میکنی برو آرسی کو پیسه از جیب خود بکشی موز کجا کنیم تو نداری مام نداری اما میفهمی که من مخه پیسه پیدا میکنم که نان خرج خوراک خود بکشی نه دوا نکو مرا بیخی غرض نیست خاله خود تو میگی چرا چیزی نه میوسای کار راست چوب نکنی ماما مربوط نمیشه مقصد گفتم یک روپا از ما نصیب نمیشه سیس نمیشه خال نکنی اون شنگری دخانی میشه نه ضرور نیست خودت می آرسی میکنی گناه رو بچه تو کده آرسی میکنی هر کار که تو گناه نخواست نمیکنی ماما مربوط نمیشه اما گفتم کنا بچه میکنه نه مادر جان خو یک دفعه صبر کن سعی کنم چی میگه حالا خب بگو حالا خیر ما خب تو میتی پیسه میتیش
ندارم هم دختر تا بگریزانه نه پیسه نداریم و مگه داشته باشیم هم نمیتیم نمیتیم بخی دل جمع باشه یک روپام نتیم ولی دخترک میده خالی باشین هیچ ضرور نیست صورت خمیز سر خورزاده هیچ نمیتیم به شما یک نفر دیگر میتیم خور ما رو میگیریم به یک نفر دیگر ضرور نیست که به شما بدیم بیوه گفته بتینی شبر مادر بسید بگو بیوه است خب هرچه بگی بگو بیوه است خب بچه تو برش نام نمیفهمونه که بچه من مرد است که خور ما رو گریختنده بود حالا پس بیا علاج بده خورت یکی دیگر هم گریزانه میبره مادر همه گپا خب همه مسئله خوب خواستا قبلی واستا حالا نیست خب گفتم ماما مقصد نه خور میلان رو میکنه اما رسی رو خودتون میکنیم به نام نیک خانواده خانتان میبریم یک روپیه قران از ما نصیب نمیشین دلتان بخی جمع باشه کلاگه میگن چه قسم خانه خاله است چه قسم میمونی است که یه نگاه کردن همه قناه میگن من مادر دارم خوار دارم هیچ این سلما بود چرا غال مغال دارن چی شده باشه باز کدام گپ است که سرسنو داره دلم میبست کالا کل پیسهشون میخوری را عرصی از ما بکشی در جیبکت بدی یک روپا نتیم مادر خاله صبر کن کجا برم گفتم ما مقصد من گم خدا گفتم یک روپا نتیم شینگری که آمده من یوسف صاحب خوارزادگت میشی بخیر بخیر خوارزاده وق میکنه باز بیا بغل بگیرین بگوین نام خدا اولادک ناجایز خوارم صاحب خوارزادگت بخیر میشی من چی کنم تانه بره بلای نفس تو مارا سلما تاکه میکنه پیش ما لق میکنه فقط انجوار داری کتای مادر تو پشتی مرا کنی پشتی از رو میکنی ما کش میکنیم یاری او بچه حالا میمونده که ما فیصله میکنیم و میگم روز تو بگو چرا کم فیصله میکنی خب میگمش میگم ما پیسه نمیدیم ما حوصله نداریم چرا هر روز یک مشکل نو میکشنیم اون دختر اونم میگه اونم زن عملی است تا به شام کتش بود چرا بگویا کت ما نگویا کت هر کس میگه کت ما نگویا کت از تو پس آمده میتونی میتونم مادر تو میموندی تو خب میموندی من نمیتونم پس آمده دختر مادر خب من میموندی تو میموندی خود رو نمیموندی فیصله میکردم رو دیدیم بچه هر دقیقه میخواد یک مشکل نو یک گپ نو میخواد حالا سه پیسه بده حالا دست ما زیر سنگ است و دختر تو چرا مادر جون تو پیسه میدی تو روزی است که پیسه بدی من ندارم از خود نداریم خاله بانک میره بگویم که نداریم نمیدی خاله یک رای رو برش این من نیست دشمن است خدا چه غیره که بونیم گپ بزنن تا دست شانه ما بالا میشه بس کو مالا خب درست است بچه مال گپ درست است حالا خب یک رای چی شده مادر چرا سر بفهمیم باز چی گفته دخترم میارم به من پیسه میده که مارسی کنم پیسه نمیدیم پولم نمیکنیم ندیم من دیگه خبر شما که بهم بتون بکفه با ما چه غرض میدین ابرو عزت خود به جای میکنیم با ما چی از من خب بچه‌اش نروارس خوب میکنه چی شده مادر اونها رو میگم چی کردم یه خواهد تو خبره نمیشه هر دقیقه خواستی که خواستم ما یک امروز یکم جانم درد میکرد میگی بالش خیر است رفتم پیش زن مومای قال خود دختر خو میخیزم یک چند پا دارین شما خو پیسه دار هستین مکتین پا بتی که اینجا یک شیر نخوری کنیم یک 4 نفر نان بتیم یا یک نکاح کنیم یک 4 نفر نان بتیم تا برو به زدتان به جای شود او پیسه بده خیمه حالا نداره واس کجا کنه ندیدی کل پیسه شونه خیمه از کجا کنم او تا پیسه از وارا بود باز تو حالا نه ضرور نیست که قنان کنی و دیگه کنی اما بیاین صحیح سالم بیاین هم صحیح است دیگه حالا تو خیلی نمیشی تو خیلی شیار نمیشی بچه مسئله آبرو عزت است آبرو عزت است یا که در جای نشه مردم چی میگه سبا خیش قوم در همسایه و در زاده خبر میشه که دخترشان شینگری گریخ رفت در خانه از این قرار شیش نه یک نکاح کرد نه یک نیش خوبانک بابرو بازت یک دفعه دو دفعه خواستگار اگر رفتم یا نرفتم بلا در پسش اما که پیسه بده بچیم که یک 4 نفر الگمتر یا خوش نالمان کنیم بتیم مردم خود نمیفهمه که با پیسه نداره ما تو خود خبر داریم که ما پیسه نداره فعلا آرو دکتر چطور کار میگه که نمه قزبان داره پریاسی و زبانش میگرده خب پیسه هم داره جان مادر گرفته که اونم جمع کرده بود خواه بود جمع کردگیشه حالا امو دو ما خونه خرس میخرن بر خود بر عروسی از وقت تو بخی بانه یکی راست چای بیا که پر گفته دارم خوش شد بخی بسیار پیش من فکری نگرد کسی مفت تا خوشم نمیه تو هم زیاد طرف دارو نماستی برو چای بیارم بیار تا چای بیای دیختر دار نفسار فرق کنی این شین یک جلسه این شب گمش بخی
ما هم گفتم گفت من نمیرم خودت میفهمی کارت گفت خوش. من دور رفتم وطن اینه پس کامدم این قدر جنجال را برای ما پیش شد اما بازم خداوند مهربان است این جنجال را محل میسازم. نمیمانمش حالت در قبضه گرفتیمش کار چه چارخواه کنه این در چنگم خلاصی نداره. امروز یک ذره شما خنده میکنی والا میای دختر میای پس از خانه خاله خود پس راضی میشه چه رقم خوب کار بدی زده یا کور یا سای کور درا دارم یا کور یا سای کور. ماسایش کار ندارم فکرت باشه. من نفر را که انتخاب کردیم نفر میخوایم خلاص. خدا کنه که بچه چیز نگوی بیبی هم دیگه تو بیبی احمد جان محچم که بیبیم چی چل کده خوب میگه دهیت یک منجلاب انداختیمش که هیچ خدا خطا داده نداره. نمیتونه بیبی تو بیبی صدقه تامین میگه ما جرگار حل کردیم حال در جرگی ما کس دیگه بیا بشین حل کنه. آقا کان غیرت است که به خدا که کسر وقت بده که آن بگوید دمیان نمیمونه. دو خصیص خود طرفم خراب است. دختر جون که خراب شد که رو بگیره بیاد حال دختر جون میگه من نمیگیرم حتما دلش نبوده خالی چورشی نیشه خیدارن ما دینی ایران است خونم وقت تکاو پرچم میکرد نه خود دختر خود تکاو پرچم میکرد میگه شیرینی من ندی خب ما برام خود دختر میگه میگه خالگان برای که من نمیگیرم حال پسان خود گپا نمیشه بان که بگوین برای خواستگار برو گلبان شیرینیبان لذبته آگر مرد باز آخر دختر نیست من نمیگیرم نه کار ساتری نیست که گودی بازید برو گودی رو بردایی خانه دو کن ما گفتم در چشم من غیرت موز بگو در چشم بیبیم خاک زدن حالا بیبیم در جانشان شروع کردن برو خوب کرده بیبیم هم سرلت شده ما میرم باز میبینم چی گپ است الله صدقه پیشم همه برو میبری برام الله شکر که هستین بچه ای خدا جان دیگه خدا رام روشنی کنه دیگه که آدم خوب باشه و صحیح باشه لای به این بچگه که ما شو اگر نه که کدام آدم چی بود خدا خواهی بندش کنه هیچ نگیریمش. لالا از نفرم که دگاهش خوب است ما دگاه خو کلش فامیلش خوب است دکتر رفتم دکتر خو یک دکترک گفت یکان تا یکن دکترک یک زغز بغز است که ایران بانی مگم شما بکنید برو بچه برو بی بیخی دیگه آقا بچه یک سو خود موضوع خود ماجگر خونه هستیم بی بیخی مادر او کار کرد از مجلس میخواد ندیده بچه ندیده نقی رفته ایده که تو کار ما خنایفم خود دالیز آل برامد حتما کار کرد همون دا بگیر بیا چه بگویی؟ دیگه دختر بتونی؟ من خوارم یا خفم نشی دیگه پا من ولی زیاد دوستت دارم انسان خوب هستی خوبم سایه بودی مقصد من ضرورت دارم خواره خفه نشی دیگه پا من خیلی استماع کرده فکر میزنم سیز باز من اول به تکب بزن کتش خاطر از که خواره که میه خو کالشون جمانده خفم نشی خوارم انسان خوب هستی زنده باشین آقا که بر ما جای دادیم نیمی با ما یک دنیا هستن خیره دیگه از ما والا مشکلات داریم مشکل نمید قرار افتیده می بودیم مثل خوارم بودیم حالا مجبور هستیم دیگه و بیچارم نمیتونم کورم در روی میدان بگه تو با پیسه ضرورت داری چطور که اینجا یمندی از خاطر ما بر چرا بگوین جندستان است خود پیسه بدیم خالمون میگه ما دختر مال خو یک جای کش میکنه حالا بچه اینمی همسایه خبر نداره حالا ما خبر مادرم سلما در دین از امون میفهمه خوب میکنه که بیا بشه حالا بچه خب من میفهم که سلما در دینش میفهمه حال زبان بدل کردن در میروی اولی چی مناسب خیلی مادر پیسه از کجا کنیم که برای زو بتیم مادر پیسه خواستنا هم دختر میدیم هم پیسه
خیلی چطور کنیم خدای دختر خو میگم تبا و برباد مادر جان بان که سر خودشان همون تاب شوه خال چرا تو موق پیسه بدیم باز سرشان پیسهشان خلاص شده مجبور است بیایم. حالا بچه من میفهمم مال من خودم انسان هستم میفهمم هر اون ناخون اوگار گیر کردی ما رو ناخون اوگار ما رو گرفت قبول چی میکنی قبول میکنی پیسه بهشون میدی باید بسنجیم از خاطر اینو خوار بینی بریده خب چی رو بسنجیم پیسه بدیم اگه ایده پیسه بدی باز میه پیسه میخواه نه دیگه مختار دیگه نه مختار نمیشه دیگه بد کنه که بیای ما پیسه داریم ما پیسه میداشتیم میدادیم کار داریم خیر یک چند روپیه یک درک کنیم از یک سو یکی نمیشه مادر لطفا نمیگم من خو گوش کنه بار میگم من دختر چینگری آمده و در خانه بیا بشینم بگو آمده بچه تو هم بچه تو سردرد شدم خدا با مو خدا سکته مغزی میکنه مادر جان دو نکنم های لوکاتشون غرض نگی ما میفهمانم من میمه به مو پیسه نداریم بس چی باید پیسه بدیم خدا بفروشیم او دختر مایفی زبان تکد ایفی عزت اول مادر خوله یکم مادر عزت گفت برو گفتال باش پیسه بدیم او بچه ما در قصه دیگه این چیزی نیست من خانم زنده در بگیره مقصد بچه‌م که سر صدایتان نبره همچه رقمسای خبر نشک که دختر از این گریخته وقت خبر شده مادر جان چی بگم چی پیسه از کجا میکنیم مهم خانم پیسه است ماش سلما بقدر زیاد نیست خدا یک چیز یکی نمیچلید مونده کمی رو بفروشی خلاص چی کنم مادر جان تو آرام باش من که تامین گپ میزنم خب دخترم صدقه چند بچه ما ارزو میریم که تامین گپ میزنم ماش سلما بقدر زیاد نیست که برو یک بار دوباره برش میتی خوراک میشه خلاص کد ما شما دخترم جانم جگرم مادرکای بچه‌م سر صدایت مقصد میگم همسایه نشم یون طرف دوری از من میگم نه خدا چقدر فرمی محبت است نولا که زره گفتی یک آن چشم کور مافتر زده سر یک پایین پا میشیم یا آمده که طرف دوری میکنه به نمی دلیل از این که ما شما یک پایین پا میگیریم یک پلاو ملاو میکنیم یک کمک دقیقش خرچ خانه خدا مندازیم چی داریم در خانه مقصد خوب نیست نمی کارایت خود از جگر خون از دیگه است تو پیسه این نفر نوبت پیسش بچه مام جگر خون هستم بچه شاهزاده مام رفته مام جگر خون هستم یک دختر از واخ نرفته که جگر خون باشه دختر از اون نامزاد بود که رفت و هزار درد خونه داره یک درد خونه داره هزار درد داره او دختر تو چه طرف داری نماره میکنی؟ خود درکشون میکنم یک بچه جوانم خوب زن مامایت نداره شاید بچهش چی گرفته باشی؟ نمیگیرم من چی کنم بچه جوانش چی کنم خیلی که نداره خیلی تو 24 ساعت طرف داری نموزه نکرد تو میکنی؟ خب این گپار که من میزنم خود این میده قنقل زن مامایت گم وطن ساختن خدا میگه که مامایت خنبق کجاست کجا نیسته این میزن که این دختر گرد گم وطن ساختش بیادرم نیستم دقیقا من سماستی دقیقا موسمات هم نیستم من دقیقا این مزی هستم که خب حال زن مامای مزیگه خب من چیت میشم کزن مامای جگرخون نیستی من چون جگرخون باشم جگرخونی از دو برابر چون جگرخون باشم دخترشان بزرگ کردی بچه من رفته بچه بزرگ دوست دخترش گرفته از خانه نبردیش وقتی چی بچه جان پدر حال یک وقت حساب ننگ و غیرت است خب آوازش چی شده در قوم در کوچه در کلگی ماما این یک مسئله است خود تو یک دفعه بانه که همی آخر کار چی میشه نتیجه چی میشه حال خوشین به خاطر چی رفت همی مادرش به خاطر چی رفت من گفتن بان ما منحلش میکنیم نه خو نرفتیم اینالی بانی بچه بیخی یک رقم مرا مادر شما قصه تا نکنی که بچه رو میداد دلاسا اینجا بیخی دیگر رقم با بفهمانیشه بگو سادگی نکن لودگی نکن حالا چرا نشد چرا نمیشه چرا خون از یاگی نسته یک واقع دیگر پیش نکنه یک جنجال دیگر برای ما جور نشه وقت نمیتونم مشان لالا جان کس مداخله کنه وقت دادان خودی دیگه میکنی چی شدی و بچه؟ چی شدی؟ هست مادر چرا پر آمدی و بچه؟ دل بود مادر بشه که یک دانه قفاق دمیدانم بخور مرد خانه زد نه بچه مال تو بیخی زیاده روی میکنی جان مادر همین تو سیل دبی چی میشه حالا تو ما کدام چی نداریم که تو به خدای تو درک کن مادرم تو که گپ نزن برام تو خودت بهتر میفهمی بخی فقط کدام موضوع ساده باشه جان مادر موضوع ساده نیست که قربان چه میگن ایش نه دیگهش یعنی موضوع از این پس چی قند موضوع از این یعنی خوارش نشد دیگه خوارش حالا کس اندیوالایت فهمیده که یک خوارش گرفتی خود دار چی کردی میگه اون دختر از دیگه حالا از یک خیلی کسگیش خیلی مادر بچیم حالا ما سرلج هستیم قربان چه مادر سعی کو حالا سرلج هستیم بان که بخیر میره بگیره یا اوشه یا ایشه
مشکل نداره کار کدامش بگیریم مقصد حالا ما بگیریم. موضوع ساده نیست، اشتک بازی است، گپ خودتان گودی بازی است. به خاطر که خودم کردم این کاره باید خودم این کاره تا آخر برسانم. یا این طرفه یا اون طرفه حلش میکنم موضوع را. دست خالی نمیایم در خانه خود. باید نبیایی. ننگ از گور خیسته، زن باشه مرد باشه لالا جان که ننگ نداشت غیرت. ما ده هزارها جرگای مردم ششتین موضوع شرف فصل کردیم. من امروز ببرم دیگه کسی بیشتر که موضوع مرا فصل کنه؟ نه خودم میزنم. کسی وقت نمیتیم. خودم میزنم کتیش کلا نمیمانمش. ما گفتم بچه خیر وای ببینیم چطور. ما گفتم حوصله کن که ببین چی میکنه، نتیجه چی میشه. بعد از اون کارش بعدیش بعد دست ماست که نکرد. چرا ننگ خیرت ماست. ننگ خیرت ماست. خیر چرا بیادر اول که اگه چیز راضی نبودین چرا این کار خیر کردین؟ اما شنی نمیدادیم. و گپی نمیدادیم. چون گپ دیگه از در خانهشون ما خبر نداریم. کاسه نیم کاسه است. ما خب بیبیم خودشان نشانده که بیبیم ازش پرسان کرده باشه. بچه مزه روز خوازگاری که رفتم دختر آمد شیش قصه کردیم گپ زدیم بسیار بخوشی. بعد از شنی گرفتن دختر تا به امروزی روز در خانهش ندیدم. لالا جان چند روز رفتم خانهشان پاییدم. خب نبودی حاجی جان خبر نداری. رفتم خانهشان پاییدم خواه از یخکا بر باریده که افتادم یه پای در گرفتیم کمرم اوگار شد دستم اوگار شد دستم تال بال جور نمیشه. هیچ نشد دیگهش. اما آوردی دیگهش رو زدم سبا باز یک گل دیگر اون گپ نیست. بچه یک دفعه بخیر عروسی که بریم باز مشکل نیست. سایکو امیال اصل وقت امیال خوب بود کل گپ یک طرفه شد معلوم شد. و عادی که دیگه تو بازار سیاه میکردی خیلی خیش خواهم ای بچه‌م ساده استی. باز وقت چی رویال باش پیدا میکنی. چی میگم تو بسیار ساده استی جان مادر. من چی میگم ساده من میشه مادر. ساده استی من تو چی میگم. حالا به خاطر از این میگم که تو این دختر بگی بگو خو سایکو ما تو باز خیمرم نمیشناسی. یک دفعه که بخیر عروسی که بیارم یا قدمای کارا را کردن نه حالا که ما لابت میدان کلا کنیم و خوشو میشن بچه. دختر خرزایت نداره میره بگیرم. کی کدام دختر رضایت نداره؟ حالا تو میگم دختر بگی مادر. حالی دختر خرزایت نه خورش خوب داره خورش میگیریم. حالا ما که از میدانم بریم شرم است. نگرفتیم. بچه ما گفتیم خوب عمل کنیم دکتر که بته بیخی نور الا نور. اما این فکرت باشه بچه که اگر این دخترم بیارم برات بگو خود خانم بیاره و مو خداییش قسم از بگو خود که یک زن برات بگیرم که تو مثل ماتا 14 واری بدرخشه تو یک تم دو تال کنم آرمان واستم بکشم. حالا ما که از این مردم دزت هستم تشویش نکن. مادر بیخی توبه از زن من توبه. دیگه مجبور هستم از مجبوریش دلم نمیشد که بیایم برات بگویم. مجبور هستم از خاطر آمدم. خیر ببینید زنده باشین که قدر وقتم به ما جای دادین. خیر مثلا خفه نشی جگرت خون نشه بددوام نکنی. نه چرا که تو شاید به ما جای دادی اما قدر کرده ما خوبی کردین یک دنیا است ما که گپ میزنم خیر سیز بس مرا اول مرا خوارکم کوچ خان من حال فعلا میرم خیر حال نمی باشی زنده باشی خوارک خیر من میرم خب بس مرا اول بده خوب رفتم خداحافظ حال کجا برم نفردینم بگم قرار روی تراست یک بار خانه بیایی که چکم بسن خدایا نمیشتن است نه سوریز بچید نه در عزت آبروی خود است نه در عزت آبروی شما با قرآن که بگویی اما قدر میگه که تا که زنده میگه نمیشرمه مو چرا بشرمه مادر اولو چرا میگیم خود نشان بچه میگه میرم یال زمین چاک شد دبایش در نمیشتم والا جنگم سوال نمیشتم و میرم که چکم میزنم نمیشه و تو نمیشه خو مادر ما پیسه بدیم باز سوار و سرد گپ میزن گپ نمیشه در گریه کردن فوری هر دفعه میری گپ میزنی باز یک جنجال نوا میکشه همین خیر جان مادر با خدا چی رقم مسئله خب من بگویی دخترم نکنی خیر من خودم به یک طریقه میفهمم خیر جان مادر عذرشان میکنم خیر اما حالا خوار بینی بریدید بیا عذر تو نکنم مادر تو چرا عذر میکنی بچه از اون خوار ما رو دختر شما دختر او بره کلانا رو جمع کنه باشه تو بیاید تو چرا میری من خواست به خاطر اون زن کاکای تا نمیکارم میکنم که زن کاکای یا سر ما نفهمه زن کاکا رو بیشتر نفهمه میبرش خط روان میکنم میفهمی
همه میگیش ما بچه‌شم میفهمم بچه کلانشم میفهمم نمیگه او بگه به بچه کلان خیر میکنه مادر جان. خب من خودم باز میفهمم برای جان مادر کار تکو بر دخترم اول مادر نری خیر تو نمیرم خودت رفتی مرا ببری خود سایز خود کار تا نکن دخترم مادر بیچاره مرا گیر میکنه مادر تو بشین ما میشیم مقصد نری جای نری نمیرم جای کجا بریم مادر میگه خوشی با خوشی سودا بر حساب بدل خود بر رضای خود رفته. آردیش بر رضای خود رفته دیگه او رقم نمیدیم که یکش به زور رفته. تو بدانی خود نمیری. برو سرم بچهت بخیر. دیگه ما جور نمیتونم خونه رو. دلت میتونی دلت نمیتونی. چای تا بخور. یخشد. چای تا بخور یخشد. طرفداری شد دیگه دختر نکنی. کسا ببینه خراب شد. کما تو یک قفاق داری بعد کدام دیوال بخوری. دیگه نرو پیشم از اون نرو توقع یک چند وقت در خانه باش بیرونم رفتی هیچ کارشان نگی او تو خردستی یارزه عقل تو قدر کار نمیکنم من گفتی یکان تو سرسفید است و میفهمم آبرو عزت میز در بین است وقتی که یک آدم آبرو عزت نداشت خودش هیچ انسان است هیچ بخیر جمله انسان حسابش نکو انسان بی آبرو بخیر جمله انسان حساب نکو آبرو عزت مهم است در قوم در خیلی دستیار در شریک خیلی بیان یک چند پر یک بتن که از نو کنیم 4 نفره بشانیم نو بتیم ببینید دختر ما با بچه خود نکاح کردیم خلاص شد رفت پشت راه خود بی تخته که در تخته جور متوجهت نجار نیست تو این رقم گفتی چی گفتم او دخترش هم دست قول انداخت گفتم بگم شو لقو قبول نکرد انا زن مومت یک کمک کن مدیم که تو چرت میزد دیگه من نمیگم قبول میکنه نمیکنه من یگان گپای ما که میگفتم با یگان فقط چرت میره من چای خدا بخورم برو دیگه باز دختر اصلا من خراب نکه بیز جنگان هشلا بر من نمونده برو کم پیسه بگیرم بخیر دیگه در میخانه در خدمتشم پرتم خوب پنجش پاکت نسوارم بر خود بخرم یه زرک میوان بخرم دیگه کل پیسه رخ بازم میرم در نکای زوخ مصرف نمیکنم نگاه میکنم قشه بر خودم که بخی نسوار دلم شیمای دلم برده دیگه گمش کو دستم تال بنداش کردگی سک ای دست جور نشده دختره بتر خانه خالش رفتم دیگه مام دین روز رفتم پای یک موسیقی گفتم دختره بیار پیشوری ما بشانش که دختر چی از ادب داره چی مقصد داره چی مدا داره ای خو کار زورم نید میگه دروازه ماجد نکندنیست نسوختاندنی ای سان عمر است بله سان عمر است در زندگی در قوم کسی گپ ای کار نکده ما چطور خواهنام بد بسازم بله گودی بازی خونیست کارشت بازی خونیست گودی بازی خونیست دوایت بچه خوردی نخوردی دوایت یادت نره کنان خوردم میخورم مرزی تا لاس پیش کرده خوب شده اصلا دوایت بچه دوایت نه شما نمیتونستین 5 پوند دوا ننه تامون نمیتونست تو هم 5 پوند دوا رو میگیرین با در خوردنش باز نمیخورن از امی درد زیر که من ببینم دوا رو قضا نمیکنم برداش اگال داشت که تو با برو جان بی خطر اینه دیگه لالا جان چی کنم چرا توبه بچیم؟ تنبیت شوقی هسته چند وقت پیش قدیم میکرد که برما بگیرید در گوش ما میزد بچیم بخیر اگر قم اعصاب مرم خراب میکنه از خودم حالا اگه اعصاب بانی شما خراب نشه حالا موضوع قدر جدی نیست ببین پشت کار رفته و کارش حل میکنه تو دیگه چرا خود تشویش میکنی روز تو خدا خورده میری این یک روز شده مثل یک روی گلاس واره گلاس هم جورم کردیم ما داتش نه خاله میگم روی گلاس ریچ شده بی خیال تشویش لاغر شدی بچیم تشویش نکو حال مادر اگه کس خبر نمیشه دوستا همسایه خبر نمیشه گفتم برو یک گپه حال خب قوم خودم از بیگانه نیست برو بگیم بیگانه بدیر کسی نمیشناخت قومت باشه قوم که میگه کار میگه یک مثال ما شما داریم قصاب آشنا میپره کار قوم میکنه بیگانه سر موتو کردن نمیتونه خمور ما میگه خیلی کار خیلی قوم که سر موتو یک موضوع میش میگم برو رفت خلاص شد حالی که از خود است ما نگویم چک ما رو بگیریم دولی از وقت نمی خبر نمیشه دخترای مامای دخترای خالی بچهای خالی از خویش قوم خبر نمیشه کلی خبر شد خود ازو کلی خبر شد میشم بچیم خود دیگه چی کنیم می حال آماده می پشتاو رفته بیل گرفتن بیخی کار مشکل است بخاطر اینکه حال خو رفته دیگه چی کنیم بچیم حالا اگه علاج کنیم خب بازم بعد است ما بریم پشت شهید نگردیم میگیم برو پرای دختر ندید جای ما رو بگیریم بیم به دل ما میگه نید پشیم زن ما نگردیم ما بعد مخش نه برو بچیم برو تو اصلا گفتم تو اصلا تو میگه پا این دل ما با هیچ پشت گپ نگرد بیخی حسابت خراب کردی برو تو حوصله ما تنگ نکو کرد از خود ما رو میبینی که سر صدا جنجال رفت اومد دیگه یک موضوع دیگه تو بر ما که چی کرد خجگر خونه سی بیخی دل ما از زندگی سیاه کردی بچیم خودم یاولیم شما نمیمونه که یک دقیقه آدم باشه
مقصد که باز چیز نگویم مادر من که باز جگر خون میشه من میرم دیگه مجبور هستم با موازی امضا میکنم میایم او دفعه مشاب خون رفتم و همکارکم نیست و زیاد چی میکنم میگه من تو یک رقم میگه مثل تو کار مرا کنی اون رقم من یعنی پیسه رو بگی 10,000 چند؟ 10,000 سلمی 10,000 هم چی میشه؟ ولی از خدا همیزت آبروی ما رو خواهیبست که اگذره گفت بان کار برای من بان این کارش برش ماندم اوجا ملامت مامان ما شده حالا کاری که برش موندی کدام کار خراب شده دستش نه حالا به این خاطر لالا میگه انسان دور خدا فکر کنم و نادیده موزر از پای نکشم حال ما به یک تکنیک ورزه نگرفتیم به ما خاطر مردا را پیش نکردیم حال خوی دختر میگه لالای من نمیگیره لالای از لالای من کار کنم خوبتر پیدا میتونه تو عجب آدمی هستی چیش چطور میشه